مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. مردم عزیز یادتون میآید ما امروز اعلام میکنیم که تا پایان این دولت انشاءالله 20,000 مگاوات برق کشور افزوده خواهد شد. تقریبا همه مردم ما 100% در شهرها از برق دارن استفاده میکنن. علت این که مردم ما اعتماد دارن این که میبینند در شرایط تحریم در تابستان برقشون قطع نمیشه. یعنی دولت تدبیر و امید یکی از آثار ماندگارش برق امید هست و همچنین در آب و گاز به زودی. ما امروز در کشور یک روستای 20 خانواری نداریم که دارای برق نباشه. الان در فکر خانوارهای 10 روستایی هستیم که اونها هم برقدار بشن، بخشی از اونها هم دارای برق شدن. و الحمدلله یکی از افتخارات دولت 11 و 12 این بوده که در تابستان ما قطعی برق نداشتیم. امروز صادر کننده برق هستیم. یک تحول بزرگ به وجود آمده، اما در این حال کسانی نیان جوری صحبت کنن که بگن کاری نشده، اقدامی نشده. خب اینا دروغه. 20,000 مگاوات برق در این دولت اضافه شده. آخه یه نفر چجوری میتونه 20,000 مگاوات برق بخوره و بگه نیست؟ اگه این خوردن نیست، 20,000 مگاوات برق اضافه شده. این روزها متاسفانه زبان تشکر در کشور ما نمیدونم چرا دچار لکنت عجیبی شده. مسلمان ها را ذلیلانه میخواهند پای میز مذاکره بکشانند که متاسفانه این کار را کردند. مذاکره چیز منفی نیست. مذاکره جزو لوازم یک دولت و حکمرانی مدرن دنیای امروز و نه امروز که ارث پیامبر بزرگ اسلام است. البته این به معنای حضور مسلمان ها پای این میز نبود که البته مذاکره را هم من بدو افتخار میکنم. حضور یک عده خائن پای این میز مذاکره بود. ما به مذاکره و پیمان با دشمنانمان افتخار میکنیم. ما به مذاکره و پیمان دشمنانمان ما به عقب بر نمیگردیم. تحریم بر نمیگردد. به ملت عزیز ایران این خبر خوش و این تبریک رو عرض می کنیم که 10 سال تحریم ظالمانه تسلیحاتی یک شنبه هفته آینده رفع خواهد شد. امروز به ملت شریف ایران اعلام می کنم که طبق این توافق در روز اجرای توافق تمامی تحریم ها، حتی تحریم های تسلیحاتی، موشکی و اشاعه‌ای هم به صورتی که در قطعنامه بوده لغو خواهد شد. ما از برجام یک عبور کردیم. الان زمانی است که باید برجام 2 شروع بشه. در زمانی که سال 94 هم که مذاکره می‌کردیم، چون که ما اساس مذاکرهمون در ارتباط با مسئله هسته‌ای بود، تمام تحریم هایی که در ارتباط با هسته‌ای بود در سال 94 برداشته شد. تمام شد، گذشت اون دوران.
نظر من به عنوان رئیس دولت به مردم اعلام میکنم تحریم شکسته شده. And what he said is this. He says, what I will say is that the United States is not going to lift sanctions unless we have clarity and confidence that Iran will fully return to compliance with its obligations. بعضیا مثل این که گوششون توش پنبه است، درم نمیاد هر کاری ما میکنیم. من گفتم مذاکره با آمریکا راحت تر از اروپا است، چون اروپایی‌ها یک کد خدا دارن، باید برن اجازه بگیرن مرتب. ما بریم با همون کد خدای اونا مذاکره کنیم راحت تره. بعضیا چشماشون زیاد نچرخه وقتی این حرفا رو میشنون. تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، تا مسئله محیط زیست حل بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه، تا منابع آبی زیاد بشه. خب مذاکره کردید چه خاصیت داشت؟ درس کربلا برای ما درس تعامل سازنده و مذاکره در چارچوب منطق و موازین است که البته مذاکره را هم من بدو افتخار میکنم. و در مذاکرات هر مذاکره‌ای که منافع ملی در او تضمین شود، این مذاکره حتما مورد حمایت خواهد بود. اما ما وضعیت اقتصادی و شرایط مردم را به این مذاکرات گره نخواهیم زد و اجازه نخواهیم داد به نحوی مذاکره برای مذاکره باشد، بلکه باید هر نشستی همراه با نتیجه باشد. نتیجه محوری موضوع ماست و باید آورده‌ای برای ملت بزرگ ایران داشته باشد. با چه حقی هر روز دست تو جیب مردم میکنیم و پول مردم را نصفش را برداشت میکنیم؟ ارزش پول ملی را نصف کرده ایم و هنوز هم شعار میدهیم تورم بالای 30%، کاهش قدرت خرید پول ملی به کمتر از نصف، بیکاری بالای 13% و رشد اقتصادی 0 و یا حتی منفی. و چقدر شرم‌آور که بانک مرکزی ما سکوت کند و IMF برای ما اعلام کند که رشد امسال ما منفی بود. قرار بود که رشد 8% و قرار بود نرخ تورم و بیکاری تک رقمی. همه ضعف‌ها و همه ناکارآمدی‌ها را نمی‌توان پای تحریم نوشت. من دولت راستگویان و درستکاران را تشکیل خواهم داد.